سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من پارسا هستم از کانال پارسره. به عنوان اولین ویدیویی که خودم ضبط میکنم صحبت میکنم، تو یوتیوب آپلود میکنم. دوست داشتم که خودم کوتاه معرفی کنم. اسمم پارسا، در حال حاضر 23 سالمه و در کشور آلمان زندگی میکنم و هدفم از این کانال این هستش که چیزایی که یاد گرفتن در حال یادگیریشون هستم رو باهاتون به اشتراک بذارم. در خصوص اسم کانال از 2 بخش تشکیل شده. بخش اول که اسم خودم باشه، پارسا، و بخش دوم به خاطر علاقم به زبان ایتالیایی، اسره، که به معنای بودن یا تو بی هستش و در مجموع پارسا، اسره، پارسره. دوست داشتم که بیشتر این مفهوم برسونه که این کانال در مورد من هستش، یعنی جورایی چیزایی که قراره یاد بدم، حالا فیلتری هم براش تعیین نکردم، یعنی فقط آموزش مطالب مختلف نیستش، ممکنه چیز دیگه هم باشه. آره ببینم چه موضوعاتی پیش میاد، هنوز مرزی تعیین نکردم، ولی توی پارسا. آره امیدوارم که تونسته باشم اسم کنم حداقل خوب توضیح بدم. و مهمتر از همه خیلی هم دوست داشتم که این فرهنگ یاد دادن به دیگران، به اشتراک گذاشتن به دیگران رو تو فرهنگ ایرانی نقشش رو پررنگ‌تر بکنیم و بتونیم چیزایی که بلدیم رو فقط یاد بدیم به همین راحتی، تو یوتیوب، تو هر پلتفرم دیگه. امیدوارم که از ویدیو لذت ببرید، امیدوارم که براتون آموزنده باشن و مراقب خودتون باشید. تا بعد.